مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم میگه که منم داشتونی رو آقای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده. بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. امروز قصد داریم که در برنامه پشت پرده به صورت سریالی از الان تا چند ماه آینده بررسی بکنیم پشت پرده مافیای کثیف فوتبال ایران رو که اگر متوجه بشید که چه اتفاقاتی در پشت پرده فوتبال ایران داره میفته کرکوپر رو پشمتون میریزه. از تجاوز و دستمالی و لواط گرفته تا خریدن داورها، تا فرستادن پرستو و دختر برای بازیکنهای فوتبال، تا پولهای میلیون دلاری که رد و بدل میشه برای آوردن بازیکن‌های دست چندم به فوتبال ایران و نقش فدراسیون فوتبال در دستکاری نتایج مسابقات فوتبال و ارتباط اونها با مافیای شرط بندی و از اون طرف آدم‌های پرنفوذی که در سایه هستن و وصل هستن به یه سری آدم‌ها که در طول چندین تا ویدیو سعی می‌کنیم که به مرور به همه این موضوعات بپردازیم. چند سالی بود که من می‌خواستم راجع به مافیای کثیف فوتبال صحبت بکنم، اینکه داره در فوتبال ایران چه اتفاقاتی میفته. فرصت نمیشد یا اطلاعات من اونقدری که باید و شاید دقیق و درست نبود، اما چند ماهی رو تیم پشت پرده و افرادی که کنار من بودن تحقیق کردن و به اطلاعاتی دست پیدا کردن که حالا من سعی میکنم که به مرور از گذشته و تاریخچه فساد ایران و فساد فوتبال ایران، حالا تو ایران فسادهای زیاد اتفاق افتاد، خصوصا در فوتبال ایران چه فسادهای اتفاق افتاد و چه جوری آدم‌هایی که استعداد دارن و آدم‌هایی که عاشق فوتبالن کنار گذاشته میشن به خاطر اینکه ارتباط ندارن با فلان منیجر، ارتباط ندارن با فلان مافیا و افرادی که حالا به نوعی تونستن خوب بمالن برای اون سیستم و برای اون سازوکار فوتبال، تونستن در فوتبال ایران باقی بمونن. نقل و انتقالات زیاد و عجیب و غریبی اتفاق افتاد. حتی این مورد آخرش که خیلی هم سر و صدا کرد، اومدن رامین رضاییان به استقلال، بازیکنی که مدام مصاحبه میکرد میگه من عاشق پرسپولیسم، عاشق این تیم، اصلا منو بکشن، پارم بکنن، جرم بدم. اصلا این صحبت‌ها چیه؟ من برای میلیاردها پولم به باشگاه استقلال نمیرم. اما چجور یهو تصمیمش رو گرفت به باشگاه استقلال بره؟ همه اینها رو بررسی خواهیم کرد و برای اولین بار حقایق رو خواهیم گفت که شاید در خیلی از رسانه‌ها نخواهید شنید. البته این نکته رو هم باید بگم که مافیای فوتبال ایران چند دسته هستن. مافیایی که در خبرگزاری‌ها و در رسانه‌ها نقش پمپاژهای خبری رو دارن و اصطلاحاً جامعه و هوادارها رو هدایت میکنن و افرادی که در بدنه فوتبال ایران هستن و بازیکنها رو غالب میکنن به تیم‌ها و از اون طرف این مافیا حتی ارتباط نزدیک و مستقیمی با یک سری از مجریهای فوتبال دارن و کسایی که گزارش میکنن بازی‌های فوتبال رو مثلا میگن که آقا این پولو بهت میدیم، این 100 میلیون رو بهت میدیم، تو فلان بازی از هر 5 دقیقه مثلا 3 دقیقه راجع به حسین کنعانی صحبت بکن، مثلا 3 دقیقه راجع به فلان بازیکن صحبت بکن. یعنی پولو میدن که اون گزارشگره بگه مثلا وای چه حرکتی زد مثلا حسین کنعانی، چه حرکتی زد مثلا فلان بازیکن مهدی ترابی. اینا خلاصه اینجوری این موضوعات رو بررسی می‌کنیم. اول تیم ملی فوتبال ایران رو بررسی کنیم. بازیکنایی که میرن به تیم ملی فوتبال ایران توسط امیر قلعه‌نویی انتخاب میشن، به نوعی توسط این چهره منصور عظیمی، یکی از مافیای اصلی فوتبال ایران مدیریت میشه. منصور عظیمی که از سالیان قبل خدنگ و اصطلاحاً نوچه امیر قلعه‌نویی بوده. این عکس قدیمیش هستش که حالا خیلی کم پیدا میکنین عکس قدیمی رو از منصور عظیمی. عکس زیاد داره که این آدم نقش مهمی رو در تیم ملی فوتبال ایران برای امیر قلعه‌نویی بازی میکنه. از اون طرف یه نگاهی به لیست تیم ملی بکنیم، لیستی که برای رقابت جام جهانی 2026 داره آماده میشه و مجوز خروجشون از کشور رو گرفتن. به این لیست اگر دقت بکنید نام 23 تا بازیکن رو میبینید، یکی همون زیر جا مونده. حالا
صفحه بعد 22 تاشون. این 22 نفری که اصطلاحاً به عنوان کسانی که دعوت شدن به تیم ملی فوتبال ایران اگر دقت بکنید همشون مشمولن و باید برن سربازی و کارت پایان خدمت یا معافیت یا هر چیزی که حالا اسمش رو نمیخوام بذارن ندارن. مهدی ترابی، مهدی قائدی، علیرضا سفر بیرانوند، سفرشون از کجا در اومد؟ حسین پورحمیدی، آقای حزباوی، آقای عزت اللهی، آقای آزمون، حالا آقا که میگیم حالا سردار آزمون، علیرضا جهانبخش، سامان فلاح، محمد قربانی. خلاصه لیست بلند بالایی رو میبینیم از بازیکنان تیم ملی که اینا سربازی نرفتن. من یه سوال دارم، اینایی که زدن دانشجو الان دقیقاً یه لطفی میکنم بیان شفاف بگن تو کدوم دانشگاه اینا دانشجو شدن و چند تا جایی که من یادمه 20 سال مهدی ترابی و مهدی قائدی و بیرانوند و سردار آزمون دانشجو هن. اینا تو کدوم دانشگاه هن؟ بعد طبق کدوم ماده و قانون اینا برمیدارن دانشجو میشن بعد مرخصی میگیرن؟ ولی من تا جایی که یادم خودم درس خوندم توی حداقل دانشگاه دولتی اهواز درس خوندم، دانشگاه چمران، دانشگاه آزاد خوندم، دانشگاه پردیس اهواز درس خوندم، دانشگاه رازی کرمانشاه درس خوندم، دانشگاه آزاد کرمانشاه درس خوندم، دانشگاه تهران درس، یعنی من چندین تا دانشگاه ایران درس خوندم. خود من حالا سابقه خودمو میگم، به خاطر اینکه کارم تو شهرهای مختلف بود مجبور بودم حالا برم شهرهای مختلف درس بدم، انتقالی میگرفتم. سوال دارم، شما طبق کدوم قانون تونستید اینقدر مرخصی بگیرید بعد از دانشگاه اخراج نشدید؟ اگه قانونه باید واسه همه قانون باشه، نه واسه بازیکن‌های فوتبال قانون یه جور دیگه ای تراشیده بشه. بعد یه سری هوادارهایی دارن که این هوادارها به شدت آدمای تعصبی هستن. گفتم دیگه ما دست خودمون نیست، خاکمون کسخلخیز و اسکلخیزه و یک سری آدم‌ها میان از این آدم‌ها حمایت میکنن. الان ما میگیم تو کدوم قانون ماده و تبصره دانشجو میگن آقا چرا بازی کنم تیم ما داری صحبت داری میکنی؟ الان با برنامه رفته تبریز نمیدونم فلان بازیکن رفته پرسپولیس رفته استقلال رفته فولاد فلانجا، چرا داری باش؟ آقا تو اینقدر اسکلی که نمیدونی که باید اول از همه در برابر قانون ثابت و مساوی باشن. نمیشه که قانون برای یکی قانون باشه برای یکی دیگه قانون نباشه عزیز من. و شما باید قانون اول فشار بیاری که اون آدمی که سلبریتیه، اون آدمی که فوتبالیست، اون آدمی که بازیگره، اون اگه قانون رو رعایت نکنه کم کم این فشار میاره به لایه‌های زیرین یک جامعه. و همین تویی که هوادار تعصبی هستی اما تو نون شبت موندی، یکی از دلایلی که تو نون شبت موندی همین ناعدالتی و بیقانونیه. میگه حالا مشکل مملکت ما اینه، حالا آقا اینه مجموعش میشه همه اینا و همه اینا باعث میشه که اون مملکت بره زیر، که الان خریدن یک ماشین برای مردم بشه آرزو. این که من تعجب میکنم، بحث فوتبالی بکنم و بگم دیگه، الان بحث شد دیگه. چجور الان من موندم تو مملکت طرف به حقوق 10 میلیون 20 میلیون داره زندگی میکنه وقتی یه ماشین 400 میلیون 500 میلیونه، تازه ماشین آشغالیشون دزدی میکنن تو اون مملکت. چیکار چجوری دارید زندگی میکنید؟ با سختی، با رنج، با شقت، به خاطر اینکه شما فقط میشی هوادار تعصبی تیم، فقط میشی هوادار تعصبی جریان سیاسی. و وقتی نگاه میکنی به زندگی خودت میبینی که اوه چه شلنگ و تخته ایه اینا. این بازیکن تیم ملی هستن. وقتی نخوای اینا توضیح بدن معلومه بقیه هم توضیح نمیدن. آقا بیا توضیح بده کدوم قانون شما دانشجو شد و این همه مرخصی گرفتی؟ تو کدوم دانشگاه؟ چه جوری با کدوم رانتولابی؟ نتیجهش میشه این دیگه. رامین رضاییان هم اومد استقلال. یکی از دلایلی که رامین رضاییان اومد باشگاه استقلال، من راجع پشت پردهش بهشون میگم، به خاطر اینکه امیر قلعه‌نویی استقلالیه و قشنگ اومده بود گفته بود که به نزدیکانم گفت اگه میخوای بیای تو تیم ملی، بیارم تو تیم ملی، بره استقلال شیک و مجلسی. چرا؟ چون دلال‌های باشگاه‌های مختلف رفیق امیر قلعه‌نویی ان. خب چه سودی داره؟ ببینید دقیقاً مثل یک شبکه فساد میمونه. یه نفر میشه سرمربی تیم ملی فوتبال یک کشور. بازیکن‌ها آرزوشون چیه؟ بازیکن‌ها آرزوشون اینه که برن توی تیم ملی بازی بکنن. سقف آرزوهاشونه. سقف آرزوهاشون شاید
مثلا رفتن به تیم‌های اروپایی و بازی در تیم‌های معتبر اروپایی باشه، مثلا آرزوشون باشه جای مهدی طاهری باشه که الان رفته اینتر. ولی اول شما باید بری تیم ملی که بعدش بتونی بری اونجور جا دیگه. یعنی پله اول اونه که بعدش بتونی رشد بکنی. پس سرمربی تیم ملی هم میاد یه سری دلال و یه سری آدم میچینه تو باشگاه‌های مختلف. البته تو ایران مافیا گفتم دیگه چند دستن، یه عده‌شون وصلن به امیر قلعه‌نویی و یه سری دلال ها هم میذاره توی رسانه ها. به بازیکن فوتبال میگه باید قراردادتو ببندی مثلا 50 میلیارد. اگر رفتی باشگاه استقلال، اگر رفتی باشگاه پرسپولیس، قراردادتو میبندی 200 میلیارد. میگه آقا من خودم میدونم 50 میلیارد، 5 میلیاردم نمیارزم، 2000 هم نمیارزم. میگه نه، تو باید ببندی 200 میلیارد. میگه چرا؟ میگه باشگاه استقلال پرسپولیس دولتی ان. پولشونو کی میده؟ دولت میده. پس تو این پولتو دولت میخواد بهت بده، تو نگران نباش. تو اون 200 میلیاردی که گرفتی یه لطف میکنی، تو 5000 میارزی دیگه، 5000ش مال توئه، بقیهش اون 100 و خورده میلیارد تومان دیگه شو برمی‌داری میریزی تو حساب من. یا آقا من برای چی باید بریزم تو حساب تو؟ نمیریزی خط نمیارم تو تیم ملی. نمیریزی اصلا تو باشگاه بازیت نمیدم قرارداد. پس بازیکن‌ها عملاً به معنای واقعی کلمه برده های مافیای فوتبال و برده های منیجران و برده های کسایی هستند که برای اینا تعیین میکنن که تو کدوم تیم برن تو کدوم تیم نرن. از اون طرف بعضیاشون هم برده که نمیشن، یه اتفاقات باحالتری براشون میفته که جلوتر به شما میگم انقدر این مافیا فوتبال عجیب و غریبن و لایه هر چقدر که بریم داخل این فساده این فاضلابش بیشتر مون. همین آقای امیر قلعه‌نویی که این منصور عظیمی رو داره، از قدیم الایام ابراهیم تورو خسرو حیدری رو همین منصور عظیمی اینجا با این تعداد موبایلی که تو دستشه برد باشگاه سپاهان. بعضیاشون رو با فشار، بعضیاشون هم با رفاقت و چیزهای مختلف. حتی سال 1387 تو ساختمون آسپه یه قراری میذاره همین آقای منصور عظیمی که دختر بیار امیر قلعه‌نویی هم هست و برای امیر قلعه‌نویی دختر میبره و دوست دختر براش پیدا میکنن. هم جالبه، حالا جلوتر توضیح میدم. یه قرار میذاره با مرتضی کریمی داور، ایشون کمک داور بودن، و بهش میگه آقا بازی استقلال سپاهان رو برای ما در بیار. اینا میگه آقا من نه این صحبت ها چی؟ میگفت دقیقا تو همون بازی به صورت خودجوش محسن قهرمانی بازی رو در میاره، داور فوتبال. گفت پشمام ریخته بود چجوری بازی در اومد. یا مثلا تو بازی رفت دربی 89-90 گفته بود که بعد بازی رو در بیاره که کاشف فهمن میاد که 16 میلیون تومان به علاوه یه LCD 50 اینچ آقای داور فوتبال رشوه گرفته بود. یعنی شما فکر کنید هواداری که میری تو مسابقه فوتبال خودتو پاره میکنی، خودتو جر میدی و داد میزنی، یهو میبینی جام حذفی تیمت حذف میشه، دقیقه نمیدونم 119 120 تیمت گل میخوره و میافتی بیرون. شما فکر کنید که اینا اتفاقی نیست، اینا هیجانات فوتبال. هیجانات فوتبال برای ایران قفله، به خاطر اینکه فوتبال ایران توسط آدم‌ها کاملا مدیریت میشه. برای همینه که وار یا همون کمک داور ویدیویی وارد فوتبال ایران نمیشه، به خاطر اینکه تمام تصاویر وار، تمام مکالمات توی بیسیم ها و همه اینها باید ضبط بشه، در اختیار فیفا و AFC قرار بگیره. و اگر وار وارد فوتبال ایران بشه، عملا نتایج مسابقات فوتبال نمیتونه دستکاری بشه و عملا بنگاه‌های شرطبندی نمیتونن به معنای، البته با وار هم میشه ها، حالا میگم ولی خب دیگه هم کارشون سخت در میکنه و وقتی وار وارد فوتبال ایران بشه عملا دستکاری نتایج فوتبال سخت میشه. از اون طرف منصور عظیمی که با امیر قلعه‌نویی بوده، سال 1387 حتی یک بار توسط اطلاعات دستگیر میشه، اما خب به هر حال چون مدرک کافی وجود نداشته ایشون رو آزاد میکنن که این منصور عظیمی به منصور ترک هم معروفه و یه مدتی هم ممنوع کار شده بود و رفیق صمیمی زلنوزی هم هستش، همون مرد همه کاره باشگاه تراکتور که الان به نوعی کار رو سپرده دست منصور عظیمی تو باشگاه تراکتور. زلنوزی هم داستانش جالبه که حالا به مرور بهتون خواهم گفت و
آدمیه که خیلی از بازیکن‌های فوتبال رو عملاً ازشون آتو داره، مثل شهریار مقانلو، مثل مهدی ترابی، مثل فرشاد احمدزاده. اینا همه بازیکن‌های منصور عظیمی هستند. شجاع خلیلزاده، محمد نادری، سید محمد حسینی، عارف رستمی، سیامک نعمتی، که از اکثر این بازیکن‌ها همین منصور عظیمی آتو داره. ویلا میگیره تو کردان، خونه مجردی میگیره، دختر میاره، بازیکن فوتبال هم که حول و حشر، طرف تو زمینای خاکی فلان منطقه بازی میکرده، میاد تو شهر، این همه در و داف رو میبینی، آب و لب و لوچاش میریزه و پرستو میفرسته، در و داف میفرسته، فیلم میگیره ازشون، عکس ازشون میگیره و میگه خب حالا که میارم تو باشگاه فوتبال، حرف میزنه دمش گرم، هم برای من دختر آورده، هم منو برده تو باشگاه فوتبال، میبرتش. اما بازیکن فوتبال اگه یه ذره گل بکنه، یه ذره پیشرفت بکنه، بخواد یه ذره بلند پروازی بکنه، میگه دیکته بابا بشم بابا. میگه برای چی؟ میگه این عکس تو دارم، این فیلم تو دارم. بعد عکس و فیلم هم در اختیار مثلا رسانه ها قرار نمیدن ها، اینا رو در اختیار مثلا کمیته اخلاق، در اختیار نمیدونم افراد مختلف هم. نمونهش سعید واسعی که براش دختر فرستاده بود و هر کجام شکایت بکنن یه جوری با افراد پرنفوذی که دارن باعث میشن که طرف خایه بکنه و شکایتشو پس بگیره. از اون طرف یه مدتی هم چون مجوز فعالیت نداشت با رضا فیضبخش فعالیت میکرد که قراردادا رو رضا فیضبخش براش میبست. حالا ماجرای رضا فیضبخش و اون ایجنت هایی که داشتن با مرایس و افراد مختلف بمونه برای قسمت بعدی، چون تایم ویدیو بیشتر میشه. میرسیم به تو قسمت بعدی، بررسی میکنیم باشگاه سپاهان رو، استقلال و پرسپولیس رو و تراکتور رو، و اینکه توی این فصل باشگاه سپاهان چجوری تونسته اینقدر بازیکن جذب بکنه. یه سرش هم میخوره به پولهای کثیفی که در باشگاه تراکتور و در اون پشتمشتا ارتباطاتی که با صنایع فولاد ایران داره، صنایع پولساز ایران و آدم‌هایی که اون پشتمشتا دارن فعالیت میکنن. این تازه قسمت کوچیکی از مافیا فوتبال ایران بود و آدم‌هایی که توی حتی سایت ورزش 3 بودن، اون پژمان راهبر و افرادی که اونجا هستن، افرادی که تو صدا و سیما هستن، همه اینها رو به مرور من سعی می‌کنم به صورت سریالی این ویدیوها رو براشون بسازم و حتما کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید. حتما برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید و متوجه خواهید شد که چی میشه یهو بیرانوند سر از تراکتور و جای دیگه در میاره. فایل های صوتی و فیلم های لو رفته این افراد رو هم به زودی برای شما پخش خواهیم کرد. منتظر قسمت های بعدی ما باشید. ممنون از شما.